روز شما بخیر بینندگان ارجمند. این برنامه خبری و تحلیل اخبار آزادی است که برایتان مهمترین تحولات تاجیکستان و جهان را در 15 دقیقه خلاصه می‌کند. امروز دوشنبه 9 ایون است و حالا با موضوعات اساسی این نشر آشنا شوید. در روز عید قربان در وحدت 3 طفل یک خاندان در سوختار جان دادند. مقامات گفتند ناقل تلفن آتش گرفت و سبب سر زدن فاجعه گردید. 3 بچه شهیدینا گذاشت. تا 5 ساله، یک تا صنف 2، یک تا دیگه صنف 4. روبینان در کرمل رهبران آسیای مرکزی وارثان احتمالی قدرت را به ملاقات با پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین می‌فرستند. تعقیب مهاجران با ضمیمه تلفنی موبیلی اجرای برنامه از ماه سپتامبر در شهر مسکو شروع می شود. در وحدت روز عید قربان 3 طفل یک خاندان در سوختار منزلشان جان دادند. حادثه روز جمعه 6 ایون در دهه جنگل‌آباد رخ داده، جزئیاتش تازه به دست رسیده است. در این روز ساکنان تاجیکستان عید قربان را جشن می گرفتند. یک مسئول اداره حالت‌های فوق‌العاده شهر وحدت امروز گفت سوختار در پی آتش گرفتن سیم نیرودهنده تلفن سر زده است. این مسئول اداره حالت‌های فوق‌العاده گفت نیرودهنده تلفن به برق پیوست بوده است و آن آتش می‌گیرد. بعداً آتش به کورپچه می‌پیچد. کودکان از دود کورپچه نفسگیر شده به هلاکت رسیدند، گفت نماینده مقامات. کاربران رادیوی آزادی با ارسال نوار از جای حادثه میگویند 2 خانه پر سوخته است. تا 5 ساله، یک تا صنف 2، یک تا دیگه صنف 4. من جوش جامعت مردم خانواده‌شون صبر جمیل. در همین حال 2 ساکن دهه جنگل‌آباد گفتند سبب سوختار نه نیرودهنده تلفن بلکه استفاده نادرست شمع بود. با گفته یک همصحبت ما، یک روز پیش از حادثه در دهه برق نبود و والدین 3 کودک فوتیده در خانه شمع روشن کرده بودند. جزئیات بیشتری حادثه معلوم نیست، از جمله اینکه والدان این کودکان نابالغ به هنگام فاجعه در کجا بودند. مقامات گفتند اداره سوختار نشانی واقعه را تحقیق دارد. این بار اول نیست که نورسان در سوختار جان می‌دهند. ماه مارس سال 2024 در پی آتش گرفتن یک خانه در دوشنبه 3 کودک به هلاکت رسیده بود. ملاقات رستم امامعلی با ولادیمیر پوتین و دیدار سعیده میرزیویeva دختر پرزیدنت ازبکستان با نخست وزیر روسیه گمانزنی‌ها درباره انتقال قدرت در 2 کشور را زیادتر کرده است. هر 2 فرزند رهبران اول تاجیکستان و ازبکستان ماه گذشته در مسکو بودند و دایر به تقویت همکاری‌ها گفتگو داشتند. خبرنگاران رادیوی آزادی این موضوع را با کارشناسان در میان گذاشتند و قبل از برنامه در صحبت با همکارم طاهر سفر پرسیدم که به چه دلیل تحلیلگران سیاسی سفرهای اخیر را روند انتقال قدرت در 2 کشور می‌دانند. روسیه مدت هاست آسیای مرکزی را حوزه نفوذ خود می‌داند. اگرچه اتحادیه اروپا و چین تلاش زیادی برای توسعه جایگاه در منطقه کردند، ولی کشورهای آسیای مرکزی روسیه را همچنان یک بازیگر بزرگ در اقتصاد خود می‌شمارند و رضایت مسکو در تعیین رهبری نو برایشان فوق‌العاده مهم است. یک استاد دانشگاه در دوشنبه با شرط ذکر نکردن نامش به رادیو آزادی گفت مسکو به رهبران خودکامه آسیای مرکزی پیام می‌فرستد که بجای برگزار کردن انتخابات دموکراتی قرار آنها را در مورد تربیت فرزندان یا دست نشان دهنده‌ها برای ریاست جمهوری دستگیری می‌کند. ولادیمیر پوتین چند پیش با رستم امامعلی پسر کلانی امامعلی رحمان ملاقات کرد که او را وارث اساسی پدرش می‌دانند. بروس پنیر تحلیلگر امور آسیای مرکزی می‌گوید پشتیبانی مسکو حتی قبل از انتقال قدرت هم برای کشورهای آسیای مرکزی حیاتی است. روسیه از زمانی به دست آوردن استقلال در تاجیکستان پایگاه نظامی دارد. بزرگترین شریک تجارتی کشور نیز است. از این جهت دستگیری کرمل هم در جریان انتقال قدرت و هم پایداری آن در آینده مهم است. پایان اقتباس. چند پیش سعیده میرزیویeva دختر کلانی رئیس جمهوری ازبکستان با میخائیل میشوستین نخست وزیر روسیه ملاقات کرد. میرزیویeva 40 ساله دستیار اول پرزیدنت و دومین مقام در دستگاه ریاست جمهوری ازبکستان است. تعیین رستم امامعلی و سعیده میرزیویeva در مقام‌های حکومتی و با سرعت بالا رفتن آنها در زینه‌های حکومت گمانزنی‌ها را به وجود آورد که پدران آنها راه را برای وارثان خود هموار می‌کنند. ملاقات‌ها در روسیه هم به این گمانزنی‌ها افزوده است.
سوال دیگر از همکارم این بود که روسیه از انتقال قدرت در کشورهای آسیای مرکزی چی منفعت می‌بیند؟ کارشناسانی که رادیو آزادی با آنها صحبت کرد گفتند که اگر رهبران آسیای مرکزی در پی انتقال قدرت به وارثان خود و جویای دستگیری مسکو باشند، روسیه هم در پی حفظ نفوذ خود در میان وارثان است. ملاقات ها در زمان صورت گرفت که اتحاد اروپا در یک نشست وعده داد در آسیای مرکزی که ثروت های زیرزمینی زیاد دارد میلیاردها دلار سرمایه گذاری می کند. ازبکستان ماه اپریل نشست نخستین اتحاد اروپا و آسیای مرکزی را در شهر سمرقند میزبانی کرد و در آن اورسولا واندرلین رئیس کمیسیون اروپا و آنتونیو کوستا پرزیدنت شورای اروپا شرکت داشتند. در نشست وعده دادند که بر اساس یک برنامه بزرگ اتحاد اروپا در آسیای مرکزی 12 میلیارد یورو سرمایه میگذارد. این مبلغ بر علاوه 10 میلیارد یورو است که اتحاد اروپا سال 2024 برای تقویت راه‌های ارتباطی و بارکشی در منطقه وعده داد. اورسولا واندرلین نشست اتحاد اروپا و آسیای مرکزی را همکاری های استراتژیکی نامید که این به روسیه حتما خوش نمی آید، چون تاریخاً در این کشورهای سابق شوروی نفوذ زیاد دارد. عین زمان چین از نظر سرمایه گذاری و تجارت با کشورهای آسیای مرکزی از روسیه هم پیش گذشته است، چون کشورهای منطقه می‌خواهند همکاری های خود را گوناگون جبهه ساخته پایبندیشان را به مسکو کم کنند. با وجود وعده میلیاردها دلار سرمایه گذاری اتحاد اروپا و چین و باور بسیاری از کارشناسان در آسیای مرکزی، روسیه برای نگه داشتن کشورهای آسیای مرکزی در مدار خود به خصوص کشورهای کم بیزادتر آن مثل تاجیکستان و قرقیزستان کارت‌های اصلی را در دست دارد. روسیه میزبان اصلی میلیون‌ها مهاجر کاری از آسیای مرکزی است که با انتقال پول زیاد خانواده‌های خود را تأمین می‌کنند. از بس که بیکاری 10 ساله هاست در منطقه زیاد است، مردم ناچار برای کار و مزد بهتر به روسیه می‌روند. استادی دانشگاه دوشنبه به رادیو آزادی گفت از بس که اروپا و امریکا حالا مهاجرت را محدود می‌کنند، روسیه مکانی درآمد میلیون‌ها تاجیک باقی می‌ماند. اگر روسیه درخواهش را برای مهاجران بندد، به گفته او می‌تواند سبب ناآرامی‌ها در تاجیکستان و قرقیزستان شود و مسکو این را خوب می‌داند. تشکر. طاهری سفر بود. بینندگان ارجمند، مطلب رادیوی آزادی با نظرهای کارشناسان در این موضوع به زودی در سامانه ما azadi.org نشر می شود. سلام، اگر خط و خبر می خواهید ما داریم. نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها. چی می گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. ضمیمه یا اپ ما را بگیرید. از آغاز ماه سپتامبر امسال مهاجران برابر رسیدن به مسکو باید در تلفن خود ضمیمه را نصب کنند که توسط آن مکان جایگیرشوی آنها نظارت خواهد شد. در پایتخت مسکو برنامه آزمایشی نظارت رقمی مهاجران راه اندازی می شود. با این ضمیمه موبیلی به پلیس درباره مکان بودوباش مهاجران معلومات داده می شود. هدف مبارزه با جنایتکاری گفته شده است، ولی سازمان‌های حقوق بشر میگویند این برنامه عملاً باز یک واسطه تعقیب و سرکوب مهاجران خواهد شد. مهاجرانی که از اجرای این دستور سرکشی میکنند ممکن است به روی خط شخصان زیر نظارت وارد کرده از کشور خارج شوند. زرانگیز نوروشو تفصیلات بیشتر دارد. روسیه به نظارت یا تعقیب مهاجران از طریق یک ضمیمه نوی موبیلی آمادگی میگیرد. کسانی که از دادن معلومات درباره مکان بودوباش خود سرکشی میکنند از این کشور رانده میشوند. قرار است این قانون که از سوی دومه دولتی تصویب شده است از 1 سپتامبر به کار درآید. آزمایش تمام خارجیان را فرا میگیرد که به ویزا یا روادید به مسکو می آیند، به استثنای نابالغان، دیپلمات‌ها و عائله آنها و همچنین شهروندان بلاروس. نظارت در شکل آزمایشی در مسکو و منطقه های آن که شمار مهاجران آنجا خیلی زیاد است به راه مانده می شود. نظارت مهاجران در اصل به معنای تعقیب هر کسی دیگر است. این نظارت شخصان ناخوشایند است. آنها می توانند بر پایه شهروندی یا به دلیل‌های مذهبی یا برای اعتقاد سیاسی خود نامطلوب دانسته شوند. این نظارت سرتاسری است. باز تکرار میکنم این بسیار گران است، ولی در نسبت هر یک شخص در علاهیدگی می توان این کار را انجام داد. یعنی اگر شما را خواهند نظارت میکنند.
در حال حاضر از مهاجران طلب می شود که پی انگشت سپارند، از معاینه طبی گذرند و سروغه اقامت خود را به مقامات پیشنهاد کنند. به اجرای این شرط ها به آنها اجازه کار و زندگی در روسیه دادن نمی شود. قانون نو استفاده ضمیمه موبیلی را حتمی می کند. آنهایی که نمی خواهند مکان بودوباششان تعقیب شود به روی خط شخصان زیر نظارت وارد گشته خارج کرده می شوند. من تصور کرده نمیتوانم که این قانون چگونه اجرا خواهد شد. به نظرم این قانون درست تهیه نشده، اجرای آن دشوار خواهد بود. به این ترتیب باید قسم زیادی مهاجران را یکباره بر روی خط شخصان نظارت شونده وارد کرده خارج کنند. منقدان میگویند این قانون یک راه نوی فشار به مهاجران خواهد شد و اجرایش هم سرخرج است. سیم کارت هایی که در مرکز مهاجران قریب مجبوری میدهند و میگویند اگر نگیرید به شما پیام درباره آماده بودن نتیجه های تشخیص طبی یا پتنت یا اجازت نامه کاری نمی آید، با ان همین سیم کارت ها میخواهند آنها را نظارت کنند. این نهایت گران است و من فکر نمی کنم که آنها توانند همه را نظارت کنند. آنها همیشه راه گرفتن رشوه را پیدا میکنند. انتظار می رود اجرای این برنامه تقریباً تا سپتامبر سال 2029 ادامه یابد. 2 ماه به این سو قانون حتمی سپردن زبان روسی برای فرزندان مهاجران عمل می کند و بر اساس این طلبات هیچ یک کودک خارجی دیگر حق ندارد بدون سپردن چنین یک امتحان به مکتب میانه قبول شود. روز دوشنبه رئیس دومه دولتی درباره اولین نتیجه های این قانون خبر داد. گزارش مومن احمدی. در روسیه پس از قبول قانون نو تنها 4% کودکان مهاجران که برای تحصیل در مکتب‌ها عریضه داده بودند اجازه تحصیل دریافت کردند. ماه اپریل امسال در روسیه قانون قبول شد که به فرزندان مهاجران به دانستن زبان روسی حق تحصیل در مکتب‌های میانه را نمی‌دهند. ویاچسلاو ولودین رئیس دومه دولتی روسیه که روز 9 میون در تلگرام کانالش در این باره نوشت گفته است در عموم برای شرکت در سنجش زبان روسی بیش از 2000 عریضه وارد شد و از میان آن نزدیکی 500 نفر برای سپردن امتحان زبان روسی راه داده شدند. دومه دولتی روسیه در یک سال اخیر دهها قانون محدود کننده حضور مهاجران کاری در این کشور را قبول کرد و در پی خود مهاجران هم اکنون یک قطار چراهای محدود کننده نسبت به حضور فرزندان آنها در روسیه نیز جاری می شود. ولودین گفت دومه دولتی روسیه هفته جاری طرح قانون درباره تبادل معلومات درباره فرزندان مهاجران را میان وزارت کارهای داخلی روسیه و اداره‌های معارف کشور بررسی می‌کند. ولودین گفت که طرح نوی قانون برای تکمیل سیاست مهاجرت روسیه روانه شده. مقصدش این است که اداره‌های معارف منطقوی همه معلومات را درباره فرزندان مهاجران در اختیار ساختارهای وزارت کارهای داخلی گذارند. این معلومات خصوصی کودک و والدان او، نتیجه های امتحان ها، معلومات درباره قبول به مؤسسه تعلیمی، ترک مکتب کردن کودک و اینچنین درباره مراجعت افراد مورد نظارت به مؤسسه های تعلیمی می باشد. معلومات درباره در قید اداره مهاجرت بودن فرزند عائله خارجی هم یک طلبات دیگر این قانون خواهد بود. یک بخش ویژه‌اش این می شود که آیا کودک امتحان زبان روسی را سپرده است یا نه. بر اساس حساب‌های گوناگون حدود 1 میلیون مهاجر از تاجیکستان در روسیه کار و زندگی می‌کنند. پیشتر مهاجران شکایت کرده بودند که تحصیل فرزندانشان در مکتب‌های روسیه مشکل شده است و آنها را با آسانی به مکتب قبول نمی‌کنند. یک تحقیقات طبی دانشمندان آمریکایی معلوم کرده است که استعمال پیوسته نخود زرد و لوبیای سیاه برای جداً کم کردن کلسترول بد و التهاب در بدن انسان کمک می‌کرده است. نتیجه های این تحقیقات اخیراً در همایش سالانه جمعیت آمریکایی آید به تحقیق غذا در اورلاندو معرفی شده است. دانشمندان دوام 12 هفته به بیمارانی که سلامتیشان را در حالت نزدیک به دیابت قند تشخیص کرده اند نخود و لوبیای سیاه دادند. جزئیات این خبر در سامانه رادیوی آزادی.org و در همین جا برنامه امروز به پایان میرسد. سپاسگزاریم که تا این لحظه ها با ما بودید و برای خبر و گزارش های بیشتر به سامانه ما، صفحه های اجتماعی ما در فیسبوک و تلگرام، یوتیوب و اینستاگرام و ایکس و تیک تاک مراجعه کنید.